وفاداری قربان شما. جان جوره شکر فضل خدا. جاره هستی؟ چی گفت پاه؟ بله کجا میری؟ درس را خوبست. چه تو قیافه میگیری گیلا؟ ها؟ قیافه میگیری؟ خب پیش بیا چی قیافه میگیرم؟ گیلا خب من پیش بیام تو میری به زبا کار خوبی نیه دیگه. خب بگو. گیلا ما یک چیزی به تو بگم. به من؟ ها بگو. به دل تو بعد نخوره دیگه. کی؟ همین گپا که میگم. خوبه. گیلا خیلی دلم تو میسوزه. چرا؟ یار دردم که تو رو میبینم میگم ای فی تو بزو. به کی؟ به کی؟ بزن تو. چرا؟ میگم ای پا جوانی گیلک بزو. ایت یک چیز عجیب غریبیه. بیشتر؟ کوشای داره که 40-50 سال پیشه. قد بلنده چیز قد بلنده. منطقه گیلک تو بزو نمیخوری. امروز که پیرد تو رو زن میداد ندیده بیدگی. رسمی یک روز یک نفر هیچی گیلک قیافه تو نمیخوره. اصلا ترکی میبینم اول میبینم کوشای رخت لباسا چادر نمازی و من هم خدا خوب قیافی دارم. آه گیلک من میرقم میگم ای پا تو بزو. رسمی واقعا گیلک دل به تو میسوزه. به کوچه که راه میره خودم گنده هم راه میره نیه؟ آه دهن که راه میری گیلک اور نگاه که تور نگاه که با بیلا. بسار که برو یک دست تلعت بزنم بگم چرا راه حل راه نمیری؟ من نمیفهم گیلک دیگه من که هر دم میبینم دلم واقعیت میسوزه به تو. گیلک به دل تو بعد نخوره دیگه. من خدا فیض کلی درس رامون نداری؟ نه همه کلی درست راه ما باید چی کار کنم؟ گیلک برو به خونه خوب اون یک دست لطه بزن. چرا؟ بگو ده کوچک راه میره عدل را رو عدل چاده به سر خوکو. او اگه سلت کنم عدل راه میره. آفرین بگو کاشه علی با پا خوکو تو بفهمه کمی. خوبه انا ریا بس تو کم اینجا به تا کوچه بس تقیقی قایل گوش که سکور چی رقم لط کنم بگم عدل راه رو های؟ ما که با تو میگم همه مردم به من میگم تعنی میدم تو به گب نمیفهمی. انا علمی تو تمام خفتن گریه کو. عباس بیا آمده میگه چادر سعی کو کوشار سعی کو رفتار سعی کو. بابا گفتم بابا کی نمی آیا به من ای به من نمیخوره نمیام به خونه اصلا دیگه نمیرم به خونه که تو بشی. شتنی جانجوره شکر گیلا چیه؟ بگو بیشتر زن عتیقی داری تو. شته؟ گردن بابانی عتیقی کی عتیقیه؟ همین کن تو نصبات تو ای برفته بود همین که من میرفتون تیر میشه دیدو ای هم همین تیر میشه پیران سرخی بلندی چیزگی کجولی همین تلگ لگ کرده ای رو میره. این تو کجا پیدا کردی گیلا؟ گردن بابا او بودم ماما عباس همسایه ما گفت تکه میته ما چون چادر گنده کوشا گنده به پایینه چیز عجیب غریبیه ایر برفتم که جیرجیاتو خیلی گل به سر ما بباره جیرو و بشتلقت هم شرکی ایلا موگ زرزدم که نیه یک ساعته مثل گو بری بر رسمی که یعنی گیلا حیف تو حیف همی زحمت کشیات حیف همی نونی که بریم گو بخوره. گردن ما بر نجادی تو باشون یک دستلت صبح میزنم یک دستلت چاش میزنم یک دستلت شون لسه دستلت او را میتکری بگو که از زبون ایلهی مفتکر حیف نون که یعتقیه میخوره آخه حیف تو نکرده جوان شاق شمشادی همیت زنکه مچله به خند افتاده شاخ شمشاد هم نه خوشتلی حقیقت رسید گردن ما بر نجادی تو نباشم امول خود خود میندازم مثلا پست میکنم هموق در میزنم که تنه به کمری نرسیم. چی بگی خند تو افتاده تو من ناقی یک چیز دیگه گیله جو
یک چیز دیگه یک گپ دیگه اون روز که عروسی نبود مادر اینام به عروسی بیدم گفتن این همه نون میخورده 1000 نفری تیرسه میکرده نون خوردن ازی یاد نداره نه همین تا بلا وری میخورده همین تا دولون بسه گردن ما بند باشه می شوا گوشت بار میکنه تا من سعی میکنم رو گره میبینم نیه چه کار کردی بگم کجا کی میگه ویوا بیلا ببخشیم حیات ما برا ماما بگیر دیواج کم دکم بخوری به یاد نمیآید همین ماهی مبارک نفسون که تیر نشد همین ماهی مبارک نفسون که تیر شد همین ماهی مبارک نفسون یک شو دو شو ده شو من سری بیدار نکرده صبح خیلی ببینون صبح شده میگم که چرا من اخیر بیدار نکردی میگه حیات ببرفتی تو صبر کن تو می نگاه بچه که این دفعه دیومه برو میره یک دست لطه بزنیم که دیگه تو زنده باشه و یاده باشه برو خوب سلت کنم می نگاه خوبه بشه می نگاه گوش کش تو که خواه خوبه سلامت باشید زنده باشید همین جای کوکشی داریم هم یک دقیقه بیا این لالا بیا این یک دقیقه بابا شما جا کنم شما بیشی دقیقه از الله و کلا بفتادم بابا بیا این لالا بشینیم یک دقیقه مونده نباشیم لالا گلشتن خیلی خیریت خونه خیریت خوب هستی خوشحالم زنده باشی میگم ما برو روی خوراک خو از جوه گرفتیم نه چرا برو همی زنگ زده که میگه امروز 3 بار گیلاک مرا زده ما چون میای میگه بچه ها با تا کوچه میگم زن تو پیران سرخی ببره نه یکی میگه زن تو ایت را میره اوت را میره اگه مردم هرچی بگه میگم میام بیای همین کارو بکنه خدا برات چه کار کنم من نمیفهمم نمیفهمم بفهمونیم برادر دختر مسکین غریب این قرار نیه مرتکب بگه برو خور بچا بنده میگم میام بچا بندازه شما چی میگین برادر همین جگاه رو بیاردن که همین کاکشی داریم همین جگاه کارگر داریم بیا اگه همین جگی خود ما کار کو یک دمیر میزنه یک دم میره خور گم میکنه به 1 ساعت دیر نمیایه سوریر بالا کردن نمیتونه آخر اعصاب ما خراب شده میت دو مشتکا بزنم با کله خو که دست تو برار ما چکار کنم ما اگه میت پیش بره خوار میدارم میبرم تا خونه ادی باور کن تو همین که نیه برار دیگه خوار شما هم اشتنی همی امروز 3 بار اور بزده خوار شما هم دیگه خدای ما به می زندگیم دیگه خوار شما هم ایت زبون چوپی نداره دیگه اگه برارک ما سادیه بی عقل نمیفهمه خوار شما کوشیاره باور کنین کلمی گپ دهن خواه میکنه گیلک 100 گپ با دهن دوری میکنه پس دیگه گناه یک طرفه هم نمیشه دیگه خدا میدونه چی گپ بوده کور بزده زن رقم باشه برار آدم زن نباید بزنه زن برای لط زدن نیه که بیاری تو بزنی مگرم بگو شما بفهمونیم مالی که ما یک اشتباهی بگم بکردیم بالاخره یک رقم بود بزی آدم دختر دادیم ساده هم هسته هر رقم بود حالی که همی کار بشد شما برار خوب بفهمونیم با خونه بشونیم بیاریم اینجا که مونده علاقشون بره با خونه خوب بفته والله اگه دیگه جون داشته باشه او تاشون به تا کوچه از این بر به این بر خب معلوم دار دیگه میتی یقی میشه بخور خود چه کار کنی یعنی شما میگین دل ما مایه حالی همی دفعه که خیره برار ولی با آینده اگر تکرار شانه ما بیام بازم میرم بخونه خودی هم گپ میزنم بفهمیدیم شو میایم که شما هم باشیم گیلاک هم باشه هم میگی شیشته باشیم گپ میزنیم منتها با آینده تکرار کنه با دیگه رقم بر زندگی امی رقمه نیه این رقم نیه برار کجا زندگی این رقمه ما زن نداریم ما خونه نداریم شما زن خونه ندارین شما هم زن خو میزنی هر روز ما تا گیلاک فرق میکنه خب بعد گیلاک هم باید آدم اصلاح کنه ما هم که زن خونه داریم این رقم به خدا نمیشه خدای پاکی تو برار به هیچ کس نده که شما بشونیم لالا نصیحت کنیم بیاریم اینجا بیاریم مونده علاقشون بره به خونه بره دست برا پا برای ما اگه بیکار باشم اوری میشم بریم خدا حافظ ما به شما میگم ماستو ما کلوخ بزنم با تا سر شما میگیم بیار اینجا که کار کنه خدا حافظ
کام کو که اشکام سیر خو گاب میزنی فقط میگی ما دل مموه که برار ممی تا کارا کنه بگی جا خودو